1364 تصویب شده. این قانون دارای 8 فصل هست. من فصل‌ها رو به این دلیل برام اهمیت داره و ذکر می‌کنم که ذکر این سرفصل‌ها در قانون مطبوعات نشان دهنده نگاه قانونگذار ما به این هست که در واقع چه حوزه و چه دیدی نسبت به خبرنگاران خودش داره. آیا در صدد حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هست یا در صدد محدود کردن بیشتر آنها هست؟ 8 فصلی که در قانون مطبوعات سال 1364 آمده، بعدها این قانون در سال 1379 متحمل اصلاحات فراوانی شد و ما وقتی از این قانون صحبت می‌کنیم با در نظر گرفتن اصلاحات سال 79 ذکر می‌کنیم. 8 فصلی که در قانون مطبوعات ذکر شده تعاریف مطبوعات هست، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و همچنین هیئت منصفه مطبوعات و جرایم مطبوعاتی هست. دست کم در 3 مورد از این سرفصل‌هایی که من ذکر کردم قانونگذار در صدد تعیین حد و حدود روزنامه‌نگاران هست. وقتی که از حدود مطبوعات سخن میگه، وقتی از جرایم مطبوعات سخن میگه و وقتی از رسالت مطبوعات سخن میگه. دست کم در این 3 فصل قطعاً قانونگذار قصد داره به تعیین تکلیف برای روزنامه‌نگاران بپردازه. قانون مطبوعات با تعریف مطبوعات آغاز میشه. اینکه اصولاً ما به چی مطبوعات میگیم و باید چه شرایطی داشته باشه تا تحت پوشش قانون مطبوعات باشه و از حقوق و حدود مطبوعات برخوردار میشه. قانون 1364 مطبوعات رو اینطور تعریف کرده که عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت، با تاریخ معین و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی و نظایر اینها منتشر بشه. بنابراین نشریه‌ای که به این ترتیب منتشر بشه از حقوق مطبوعات برخورداره و چنانچه مطلبی در نشریه منتشر بشه که زیر فصل جرایم مطبوعاتی قرار بگیره، باید با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، یعنی در دادگاه‌های عمومی با حضور هیئت منصفه و حتما به صورت علنی مورد رسیدگی قرار بگیره. علاوه بر این نشریات الکترونیکی، یعنی نشریاتی که در فضای اینترنت منتشر بشن و این ویژگی ها رو دارن هم مطبوعات محسوب میشن و خبرگزاری های داخلی هم مطبوعات محسوب میشن. خبرگزاری ها از حیث حقوق و حدود و وظایف و جرایم مشمول همین قانون مطبوعات میشن. اما در فصل بعدی که قانونگذار به تبیین رسالت مطبوعات میپردازه، 5 محور رو در بیان رسالت مطبوعات برشمرده. یکی این که در اولین بند مطبوعات باید برای روشن ساختن افکار عمومی در یکی از این زمینه‌ها فعالیت بکنند. در زمینه‌های خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی و غیره. دوم، رسالتی که قانونگذار برای مطبوعات قائل شده پیشبرد اهدافیه که در قانون اساسی بیان شده. حالا سوال اینه، اگر نشریه منتشر میشه به مجموعه قانون اساسی یا به بخشی از قانون اساسی انتقاد داشته باشه، این چگونه قابل توجیه هست با این بند؟ به هر حال یکی از رسالت‌هایی که برای مطبوعات ذکر شده پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی ذکر شده و یه بند سوم
و تفرقه انگیز. این بیشتر متوجه اختلافات مذهبی، قومی و مسائلی هست که در جوامع مختلف ممکنه منجر به بروز بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی بشه. این رسالت رو برای مطبوعات قائل شده که برای رفع چنین بحران‌هایی، حتی رفع زمینه چنین بحران‌هایی تلاش بکنه. خب چهارمین بندی که قانونگذار قائل شده به عنوان رسالت مطبوعات مبارزه با مظاهر فرهنگی استعماری هست، شامل اسراف و تبذیر و لغو و تجمل پرستی و مسائلی از این دست هست. اما معلوم نیست که ما کجا میگیم یه نشریه در جهت تبلیغ اسراف و تبذیر عمل کرده، یه نشریه چطور به اشاعه تجمل پرستی کمک کرده، یا حتی عنوان‌هایی در قانون به کار رفته رواج فساد و فحشا. کجا یه نشریه به ترویج فساد و فحشا پرداخته؟ اینها همه مفاهیم کشداری هست که زمینه تهدید حقوق مطبوعات رو میتونه فراهم کنه. خب اما پنجمین محوری که برای رسالت مطبوعات ذکر شده حفظ و تحکیم سیاست نشریه غربی هست که فکر میکنم این قضاوتش با افکار عمومی هست که آیا همه نشریات باید به تحکیم چنین سیاستی توجه کنند و اگر جزء وظایف نشریات هست آیا همه اونها به یکسان این سیاست رو رعایت میکنن یا نه. در قانون مطبوعات ذکر شده که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم رو با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج کنند. ضمناً هم در همین بخش ذکر شده که هیچ مقام دولتی نباید با اعمال تهدید و فشار در صدد انتشار مطلب مورد نظر خودش بر بیاد یا در صدد اعمال سانسور یا کنترل نسبت به نشریات بر بیاد. اما اگر یک مقام دولتی یا غیر دولتی با استفاده از موقعیت خودش در صدد اعمال کنترل و سانسور یا اجبار نشریه به نشر مطلبی بر بیاد متخلف محسوب میشه و متخلف از این ماده قانونی به شرط اینکه شاکی خصوصی داشته باشه به 6 ماه تا 2 سال انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشه. اما قانون مطبوعات یک قسمت از مصوبات رو رسما اجازه داده بتونن محدود کنن فعالیت مطبوعات رو. اون هم شورای عالی امنیت ملی هست. مصوبات شورای عالی امنیت ملی میتونه مطبوعات رو محدود کنه، اونها رو موظف کنه مطلبی رو چاپ نکنن یا بکنن. در قسمت موارد حدود مطبوعات در واقع قانونگذار میگه که چه اعمالی از نظر قانونگذار برای مطبوعات ممنوعه. اعمالی که اینجا ذکر شده مهمترین محورهای ممنوعیت فعالیت‌های مطبوعاتی هستند. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کنه. از نظر ما مفهوم بسیار وسیعیه که میتونه شامل هر اظهار نظری بشه. کجا به اساس جمهوری اسلامی اظهار نظری لطمه وارد میکنه مشخص نیست. اشاعه فحشا، منکرات، انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، تشویق افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج، فاش نمودن مسائل محرمانه. فاش نمودن مسائل محرمانه عمدتاً در قوانین مطبوعات میاد و اون وقتیه که فرد روزنامه نگار یا خبرنگار مبادرت به
انتشار عکس‌ها اسناد طبقه بندی که محرمانه هستن میکنه که این خودش مبحث مهمی رو تشکیل میده و در مواردی دیده شده که حتی مطلبی که روی همه سایت‌های اینترنتی موجود بوده وقتی یه روزنامه اونو منتشر کرده به عنوان اینکه این مسئله محرمانه بوده مورد تحقیق قرار گرفت. اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام رهبری از جمله موارد ممنوعه دیگه هست. منتها اینکه باز کجا این اهانت محسوب میشه یا نمیشه اینها تعریف نشده. همچنین افترا به مقامات، نهادها، سازمان‌های دولتی و گفته شده افرادی که حرمت شرعی داشته باشند و سوال هست چه کسانی حرمت شرعی ندارند.